بناوی خدای مزنود لوان بما خابنی و او روداوا که لحفظ شباطا 20-25 رودای چه جیاوازیک دگل وان روداوین میجویین پر کارسات رژیمت رو خواهید بحثه برانبر ملت کرد کردی ام هموی که تزانین که حکومت عراق بلا بناو حکومت بی بلام لناوروک داناوروک که فاشلزم برانبر داخوازی ملت کرده و پیشل کردنا توایا بند و بنماین دستوری بو اوا کدوه رودای بله اراده کرد بدرجای میجوی همان اراده بو یا مدینه لو برای جوتیار دیتی هزکا مزن بو کنیشت دتن میجو دوباره بیته و شیر میرین گلی ما چجا برانبری داگیرکاری و استم سر خودانا نوینن و سینگ خودی کنه چپر بو دستینانا مافین خو او پیامکا هری گرنگ بو لپالوی پیامش پیاما جناب سروک بارزانی کو دوهی حد همان دم دا حلوست جناب وان حلوسته که بابایتی سرکردایتی رابرایتی مرجعیاتی و پیش روی دوزا گلی کرد و درجاهی یا میجویه ام کرد به خدا نینه ما جناب سروک بارزانیه هی ما هیچ امیدک نب دادگاه فدراله نب نمایت دستوریه نب پرلمانه که کو پرلمان نشیتن شغل خوب درستی لبن بریارین داگیرکارین و دادگاه یا کو دادگاه فاجیزم و بعزیزم هنو کش پیرا تکتن هیویام اوه پرلمان عراق رول خوی ارینی بدرستی بلاینی برانبر مافن خلق کردستان بینی اگر او بیجن گل کرد حوالاتی عراقی و گلوه یکنین امساب خوبونه ور بگرین بلا او مافی که حوالاتی که عراقی هیا لحوالاتی که کرد که ام چه جانابین عراقی لما ور نگرنو پیشوایا بیجین پیشلا بنماین یاسایی و دستوریه نکن ام همو اوروب دلو جان دگل کرکوک و کرکوکی آینه و ده ام همو پیک و سینگ خو کینه چپر با داو کارن خلک ما با مافن گله ما او بدرجایا میجوی ظلمت کن بله امیش بدرجایا میجوی می اثبات کردی چجا سر خدا نوینین ما سرو که هی پیش روی میو دما جناب وان امر بکه ام پیرو کال جنو مر پیکوه لکرکوک در راوستین چون کی جناب بارزانی نمری فرموی کرکوک دل کردستانه و دب دل کردستانه برمزا شورشگری کردستانیش با میجوی یمینی